همه دوستان همیشه در دخول سوال برای ورمان في شاطئ مشاهد من ذاتي وذاكره مضارب الأسماء بيناشنا وإصرارنا أراما بدون جواب منه فأمدواني كجنابري سوالنا على باسوكة سوال يجي سؤال أول آیا دین الحق و چه موقع آشکار و صورت آشکار و چه زمانی و تاریخ خدمت این مطلب دین الحق؟ بله دین الحق در زمان شیخ صفی الدین که جد صفویه 970 سال خورده که دین الحق سلطان صاحب لفظیوال بنیان گذاری بیاد دین الحق تولید بیاد توجه فرمایید. سوال دو مسئله ترتیب روزگی مراسم روزه چه؟ مراسم روزه و چون و قادره و خدرشه و سلامت بیه که شیخ به نام شیخ عیسی پسر ایشان نامیده که مسجدی بنا کرده و چیه جستجو کرده همالی را مسجد پیدا کرده و مسجد نرسیه و چند در کوتابیه و تا چیه که تلاش شایال دیگری بکه سلطان بالای دیوار تشریف برده یک سر شادار و سر دیگری و داود داد و روی دیوار کیشان ده چند سر زیاد کرده و شیخ خاطیه پرسیه که این کار کیست این حال را دیه پرسیه این کار کیست سلطان فرمایه کار کاکل می باشد و این است که همان مردمی که در آنجا زیست دارند کاکایی اسمشانه همان کاکات از سلطان فرموده که سلطان شیخ کار کرده سلطان که شیخ سکتک فوت که لدنیا چود سپستر ارشد شیخ به نام قادره و خزش و سلامت میگویند ما رفاقت ساکه نمی کنیم آنچه از سی او از ببرد خود داند سلطان میفرماید 30 اسباب در خانه شیخ به من بدهید بقیه برای شما آنها مفت خود میدانند 30 اسباب را میدن یک قالیچه یک دیگ یک سفره سلطان 30 اسباب را بر میدارد و به مرنو میرود در محال شارزو با 3 نفر درویش به نام داود و بنیامین و پیرموزی آنجا ساکن میمانند و چندی میگذرد دایره به صفتر شیخ میگوید شما برکت و نجابت خانه پدر شما بسته به همان 30 اسباب و ساکه بود دیگر شما نه برکت نه شیخوخیت در خانه پدر شما نیست اینها میروند و قشون زیادی در طایفه حسین به ایجاد میآورند و دور مرنور احده می نمایند و 3 شب و 3 روز دور مرنور احده می نمایند تا سلطان امر می فرماید و داود یک مشت خاک داود به دست جمع و اشاره حقی دست بیره و زیر قالیچه دمشقی مشتی خاک وردار بوزش و روی قشون چیچکی یو بوران خارجی و دنبکی حسب العمر داود مشت خاک را برداشت خاک به نام جلا به نام مصطفی و قشون چیچک بر قشون چیچک کشید 30 شبانه روز خدای چیچک کرد تا قضی حیات جیشان بر نکرد این تمر رماوه کفت و روشنایی یری روی یاران دعوات پادشاهی هر کس نگیرو 12 سپیدی ما هرچی نچدی 30 روزه یاران اما او دلی هر کس نگیر چه پی وقت پی طاعت پا وقت پاوایی نلو تا قلم جگاو تا مایی بگیران 30 روزه یاران بکران دعوات پادشاهی هر کس نگیرو 30 روزه یاران نکرو دعوات پادشاهی بشی نمدان چه خرمن دوچیایی بگیران 30 روزه یاران بکران دعوات پادشاهی و عشق یاران مرنوی داود و بنیامین و پیرموسی این 3 نفر ستم دیده با سلطان در مضیقه بودن 3 شب و 3 روز بس بجا ندادن که اینها قضا بخورن این 3 روزه بود با سلطان دعوات آنها را میگیرد و درستی معلوم دعوات یعنی نیمانی یک خروس از معجز خود به دنیا می آورد با یمن برنج آنها بنیامین دعاش میخواند داود خادمیت میکند او میشه 3 روزه یاران این به دعوات پادشاهی آیا این تاریخ هاي درجة مردمی وكردي سادة هجر رواه
سوال سه آیا این روژه مرمومی چرا در بوران یه تاریخ معین داره و در جای دیگه یه تاریخ چه بعضا روژه مرمومی و بوران یه تاریخ معین داره ولی و صحنه بعدن گره یک ماه وصولی مثلا روژه مرمومی خوب امیدوارم کسو تفاهم پیش نیاد. منشأ دین آل حق گوران پشتماره بابا یادگار و سلطان صاحب و سیب راگر مردم سانه پیش جمعن هنوز دعای جمعیای نگردن توجه کردی و هنوز دفتری که لدرز نیدن نه لدیوان گوره اطلاع دیدن نه لدفتر نوروز نه لفارق نه لچیز دفتر نه لشیخ امیز و کلماری که بشن و خدا ناظر قدیم ایمان آدیم هفت نفران و دوشتی و بیان رجوع کردیم خودم داشتن دی تعریف لیمه کردن و نوغانه و راوی که برقرار کردن چیزی لدرز نیدن و نش نفتیچه و سرانی چه نانشنیه گول مردم گورانه این مسئله حل بکرد اگر چیزی هل در گوران است با حضور دفتر سلطان صاحب و سیب راگو با ویا سوال چهار مسئله دور و تجلی حق و افراد پاک چون سلطان صاحب و اشخاص بورچون سیب راگه چه رسولا دور و مسئله ذات و تجلی و چه علمانه تجلی است پرسش نیدی تجلی است ای ذات در ای وجود لئی کالبوتا اخراج بود حلول کیتا او وجوده توجه کردی بعد دفتری است و خوبی فرمایش دیگه توجه کردی فرمایش که 4 ملک جسمن روح هر علیت آینه دلن روشن جلیت دون آدون شردن نه دون فانی باید ببینیم پیری و جوانی پادشاه عادل عدل عدالت نه هزار رنگ اسمون خجالت دین یارین وقت استمرن خانه خیالان عطر انبرن وقت ظهورن چتن حاضرن نکوره زمزم دور ناظرن دفتر و خوبی فرمایشی که یعنی دیگران هزار اسم خواه قبول نکن یه اسم قبول کن هزار یه اسم آله قبول دیدی توجه کنی و دونا دونی دفتر ثابتی وجود هفتن و هفتوانه در زمان شریعت یعنی مقصود زمان دوره حضرت محمد دوران سلطان صاحبی الحق کیا و چه کسانی؟ وجود هفتوانه یعنی دو جنبه توجه کردی ظاهر و باطنه لازم و موضوع شب و روز چپ و راست توجه کردی جمع هفتن باطنیه پادشاه باقیه جمع هفتوانه پادشاه فانیه خود شاه ابراهیم پادشاه فانیه توجه فرمایید و لازمن اگر شاه ابراهیم نبود جمع ذات و ریوه نارچود اگر باویا جمع صفات نیت ذات و شان کی بنیشی اگر باویا نو ذات و کبال میشه شان جنبه هفتوانه و مردمی گوه امور معاش میشه شیخ سادی فرمایش که چون تیشم مباشو جمله زی خود متراش چون رنه در کار خویش بی بهره مباش تعلیم ذره گیر در عقل معاش چیزی سوی خود میرد و چیزی میپاش او ذات معاش اگر طرف باوران و لکور باید او وجود چوشتم و شمدان اگر شاه ابراهیم نو ای گرد نو ای پیران و چه لکور بسونی لازم هر دیگان آخرین دوره کامله که سند قاطع امام دفتر و ظهور حقیقتا و چه موقعی و آخرین کیه و چه بکنه آغاز دین آل حق سلطان صاحب انجام دین آل حق سیبراگه و چه دفتر خاتم اولیاء و انبیاء دین آل حق و حتی دینیل دیگره ولی چون خوی و مقام خدایی نشان اوان نیاز نشان یاران خوی داشت هندو در دوره شاه خوشین فرمایش که یا شاه چون آزان وقتان به ایمر را مجیانی به خلقان بنده و یاران خویانی چار امتسی تو بلی ایمه بازی و جان و چون لجلو چو یاران خوی و انوان خدایی نشان داد و علا خوی دیگرانش خاتم اولیاء و انبیاء آل حق و حتی دیگرانش در دوره حضرت حیدری در دور داران نامیده به طول شد آیا انار قربانی یا خیر؟ قربانی چیزی که گیان داشتیم میشن فلانا کس خوی قربانی فلانا کس کرد چیزی بی گیان و قربانی نبود انار نیاز دارد گرده نیاز دارد توجه کردی یا نه قربانی نه قربانی چیزی که گیان داشتی چه قرآن دعا دی سر بباخی سر باخته با قربانی ولی تو 4 میلیون هنار کم کسر بوری نوالا بیبن شنفتی فرمایش که ناچه و نیچه و شرط اقرار
طریق غلامان اور ندا قرار نوا و ناچار رفت و نیچه غلامان سر سپرده بی غلانی برای نیچه بود 100,000 خروار هنر قلبت کدن والا به من زم دیگه بیم انار نیاز در نیچه نیا ناچر میویلی و کسلت و نیاز منیانا آمین آیدشون بله بله میویلی که و نیاز انار که نیاز آیا گردگان یا سیر فرمایش محسن زنم چه فرمایش که ولی کن معذورم چنین جواب دیم مردم دیدی شکردار دعا ده یک تی قال ده قال ده کی چاهر نازنی دی جو ده نام بعد دیدی نارنگی دعا ده مناری بیت رسول کی نمی مردم دیدی پرتقال دعا ده را نظر ناو و حتی دفتر قرائت لا سیب ناکه وجود کردیم اولا نیاز انار شیرین مزه تاکال مرهم پیزام دوایی بیمار انار یک فارغ فرمایش که ختم نباتیم نوات دو نوروز فرمایش که نصر وقت راست کرتا قنیم هو میان یاری چلتریم قن باید دعا بیم نوروز فرمایش که چون نصب سره آیا من زوان شیرین مزه باید من باید دعا بیم فارغ فرمایش که ساد و همان جو بیان و بی باید بی دعا بیم ارزبوک گرده باید دعا بیم اصل باید دعا بیم خربزه باید دعا بیم توجه بی بعد کل زدیش که یکی جو بودیده باید دعا بیم اونش اول کل زده کل نظر والا موجود کل نظر و تنابی نازم اب کل زدیش کم تدرس دعایی بعد قرآنی نیاز یعنی که واقع بود کاور کل زده عرض و شوال و خدمت چیتک و نظر ایمان اسم نظر من قرآنیه توجه کردی گیز دفتر فرمایش که چپشان خوش باران حضور گیز کاور گاه از کما حضور عالی کلاشید به نام خروز از کما حضور جانا گردکان و نیاز نام دفتر فرمایش که شرط شروعات گردکان گیری نویش نوت نیاز عرب داری سیاما دفتر فرمایش که نشیره خرمان دلی انگورا پیاله ملهم دست منصورا سلطان فرمایش که پیاله رحمت وردن نوردن مشراو کعبه من جمع نلوم میرا توجه کردی بعد گردکان مویش انگور خرما يعني النفرة اللي بعد من النكين علاقة الشراء والوجود يعني واحد. مثلاً جزر خمسين سيبا بنوي مش سيبا أذكر سيب مورد دفترني على دواجي بيه إلي ولي دفتر اسمي سيب نوت يوم مكة نوت بقيا نوبين شي قردون كردين تي بوشن نشینان گردون کردن تی ماماران چرخ تجاران هی نوشان فنجان در نشان می آوردیم مدرس دردانان پی نه اقلیم دل تمام کردیم جی بی و جیهون نه هنگام تی چون قطوع اتار دام و کل شی نوشان خلایق هم قرین ری یا تاغ نشینان و جمخانه خوی خورن دمای دم دی نه اش برین میو پی روشن بی چراغ ندلی ای صادق مایون جو بیان و بی فارغ ستارت مرغو ماهی هی و همتیار علی آری غی یعنی غی یعنی اشاره کردیم بی ولی وزیر نکن اصولا نظر چند دعا داره و دلیل مختلف چند جور دعا داره نیاز باید سی دعا تکمیلی دی و نوالا کنیوچا اول دعای دن و خادم قبل سند و دعای دن زقان خوردی باید نوالا بخوایی چون سی دعای دم چقاقه دریاز رائی نزده یه دعای شرباقه دریاز یکی سرانگه دریاز یا پنج باقه تیج مالاوه یا هیچی نویشی دینه من آیا او در جمع دعا داری واقعی؟ او جمع دعا نیدی اول به دعای بیم چون بانی چمر را کستا رکمان دعای بیم او که او خام آنفاری چه رکمان داره اول جنواری او دعای بیم چون بانی چمر دعای در را کستا او دعا نیدی در خانه حضرت هیدری در مقام سلطان صاحب در مقام بابا یاوان حتی خرطان مال بابا یاوان بیا خانتا مال صاحب رحیم بیا دعای نیانو لیدی خوارنه دعای نه لیدی خوان نزدیکی در بابا یاوان مال سیب راکا در سلطان صاحب دعا بیدی او نه مثلا یه دستی و دو دستی ماش کردن و جمع چه اصول یک دستی درست است دو دستی اختلاف است چون خادم داو بی دست و دامانگی تکبیرچی باطن بنیامین در موقع جوستر شکلی یا دستا دامان دلیل و یکی کتاب دهن صحیح و در ماشی مرمت که دامان دلیل که دو مدرکانی ماشی دام راز نہیں غیر ممکنه باید یا دستمال دامانه یا دستمال یوشی دلیل داو و دست و دامانگی تکبیرچی باطن بنیامین ای دستمال دامان ای دستمال دهن بغدایی تبان ران بنیت زمین چما عقی دامان با لموقع جوزی عقی دامان سے ولدی موقع اختلاف نہیں
یم چیز حسابی و راضی که دفتر اشاری اصولا ما اول نظر و نظافت و پاکی غسل گریم قبلا باید جمع بیاریم. نقل مکان غسل نیست. غسل یعنی شستن او مردیا و زنده پاکی خوی هاورد اول آخری میاد. نکنه دفتر نیستی اول آخری میاد روزش میگه نیستی. خاتمه دیوشی اول آخری میاد. اگر غسل دانا غسل بیم و حوض کوثر و جام ساقی و کی یعنی نقل مکان دفتری میاد. ایما اول آخری یار غسل مانا فانی تماما آل هواری منن و میت غسل و قصاله. غسل و قصاله شستنه. نه نقل مکان وده. در دفاتر یعنی منظور خود یعنی پاکی و همان به کیفیت نوجم بنیشید یا نه؟ پاکی هیچ عیبی نیست. در هر روز به هر پاکی به کیفیت هر پاکی درسته. هر روز اسمی را خواه باید تا هر یه اسم دعایی غیر یکنیشی نوجم سید یوشی رابری روشت یوشی آمین هر روز یوشی یا مولا یا داود یا کی هر پاک بیستاسته. سنه اصلا همیشه همواره بدن پاک. دوم آل حق نمن پرسید قلب پاک بود نظری پاک بود و یه نیه ملک تو یک کفی یک خاک ناظرامن بانی بشور جیری اگر جیره که کسی بود نوچ دیگری بشور یک خاک بانی من خومه ولی جیری تمیز بشور و نکه کسی بود یک خاک بانی خوش ناقید آلم آل حق باید قلب پاک بود درو ولی آل حق نه سلبتی نکه خیانتی نکه اگر اولوش ریشه کمو موکول بود پیش نیچو همام نکردی مقصر نیه دینه من ولی نه اینکه حق خواهی زنگم که بیشه یا باتی نفیم دیویش نکن شاید رو موکول جو نزدیک که همام نکن دیواری دیاری نزد نخواهی ولی هم باید قلب پاک بود آل حق باید وقتی من منظورم نتو خراب بود اگر همام کمو بشما بشترا خواهی یا همام نکردم بودم چیزا نخواهی از کردم اگر پیشی بچون یا من چی تو واضح بشم یو ارا ایوه پرسیار بکن که پرسیار عقلانه بود بیشتن باسوادی از کم اگر موکول بیان نظری خوب دستی نشو مامکه دینه من تقدیر نیری اگر صدار کردنو همام بی همام دست همام کب چون آن نظری دیته نمیکن مثلا پیشتن سیول و علیه جزیه یه نشانه دلیل دلیل فرق اولا شیخ امیر فرمایش که هر و شاه کریم پیر پیشواشن یلمو بلکشو یگاو خطاشن نوروز فرمایش که سکه ثابتی مور نرما شادتی رموز رازگو رانما دیوانه گوره فرمایش که سیول مورد ولی و آما سکه بجن و یاری ناما تا که پختانت نوانی خاما هر کس سیول بوری حب جاب که نظر خاما پختانی آل حب از سیولی نوی سردی در سر نه سردی در نوان سیول نشانه آل حب قصه که عادی و نیست خروز تاجکه بور و نظر نو گیز یک گوشی قد که و نظر نو دیو گا بور بعد یک اول و دیو گفت که و نظر نو اگر گیز قد که نظر توی سیول باید قد که بارا غیر ممکن آل حب باید مورد الزواج و طلاق در اسلام چه به شرع اسلام انجام ده ولی و علیه کمیش جز شرع اسلام همیشه الزواج و طلاق انجام ده ایما منظر سر ادوار یا معامله خرید فروشی که یا ملکی کسانیده قواره که ملای هر کورا بنوشیده ایبی الزواج ختنات جسور نود سنعت يعني ختنا دخل حصاو الديني الزواج ده هر كورا قبل اي ملك گري قبل اي ماينه گريهيني نوما فروتيا قبل گرديا دویم دفتر ایما فرمایش که زور ذوالفقار و موجزاتا دست شدشون اثنکاتا هر او دست شدشون آل حقی مستقیما آل حق کافیه دومی ایما اگر اجازه بینه بیمان چون اکثریت نیریم شرح مشروعه که خمان نیریم الله و اوان بریم نیم یا بلیتی که هر ملاک بونید تو دست من جوده بریده یا دوست من جوده بریده یا دینی نیا معاملات ملک قواله که و هر ملاک قواله که چه لدی میشه آل حق اسلام یا نخیر آل حق در ازل تا ابد جدا بیان ریشه اسلام نویه و ریشه اسلامیش نیه و اگر کسی چشمان توی داخلوشی ایمه ریشه اسلامی مزاوری تو خیده اختیار و اکثریت نیریم و لعقلیت قرار گردیم و مگر کامل ایمان کرد ایمه لا آیه آسمانیه پنج کتاب و سطوره آسمانیه که کمال ایمه بیا داود زرساز و یه زبور و ایمه داشتیم در اوایل تا اواخر یه دین ثابتی داشتیم ولی بال ریشهش که سوز نیمه ولی وچ کسی که فیمان نرد قمانیان مردمی بیمنا کارداری بیمنا حتی در دوره قدیم راستی روزه یارستان 15 روز مرا خریدار ده هر کسی اگر تشییع بود کلیک بلند کردواتن که هر کس آل حقا دست بلند که
50 نفر که تشیع مذهب تسلون دست بلند کرده و سیقه او 15 نفر آلاق او 50 نفری چه 15 شو مرخدین کرده چیز مالوه دین آزاد بیا حالا کردید ترزیم بشید ایما شاخه بیم ندکو و دی بسترات یارسه حدیثی نیه نفوسی اخوای و اختیار کرده طرز بستان کمر و فلانه و سر و جمع و رعایت کردن مسائل جمع چون نظافت و خنین و شکل کردن و مسائل از که مولانا یه پرسش نه عالم مختار باز بعد جمعی نیست رفی نیست چون دفتر فرمایش کی هر کسی و جمع بیون ناشایست یا بیرون جمع یا ادب آیست لایق نیست و جمع نادید سالان ناشی ندانان نزان حوالا بلی سیر جمع واجبا پیشان بزانان میزان ارکانو پیشان کسی معدم نو بعد جمع ننیشی دومی بعد کلاو لسر دفتر فرمایش کی دل ولیشان دل قلب کلیف تاخت ولیشان سر کچ کلاو لارم ملیشان و عینی وستنیار ندلیشان بعد پر شرک گردن خم کلاو لسر کمر بسیار بعد فرمایش کی کمر بسه باندوستان پی ظهور رقم باقی داو کردن بعد کمر بوسی کلاو لسر لارم البنیشمی داو فرمایش کی نه حضور شاه تا که کوتا بوی آشودا بس خصومات جبی علی خدا یا خیر در صورت خود خود و قرآن و تا بنده خود و خدا اولا علی بیا چنانکه شکایی نه و بیا که بجایی میشه ای جا خود دنیا و شوف یا بوشی مختلف کنه و هیچ خواهی را خواهی قرار نکردیا نوات عمل خواهی تصوله بزنده ناشی علی لابد بیا بعد بیشون هر خواهی هر دوره کرد نوات عمل خواهی او خواهی مردم درست که وات عمل خواهی حدیثی که بیان دست مبزن وات عمل خواهی و دوم در آل حق اولا خدای جهان علیه دوما در آل حق دفتر فرمایش کرد روزی از روزها علی سرور نسیر آب از چا برون آور رو به پایین آب چا بیار تا خلایق منوشن از دمیار چون نسیر این شنید از حیدر به دوان چون نسیر را به توی چا بشتاب دید شا سوال نسته در تای آب فکری و مستر و پریشان شد شادمان گشت خونچه خندان شد آب آورد پس او علی را بدید حی بر او زد و از حیبتش ترسید پس دوباره برفت از ته چا هم علی را بدید در آنجا هم دفعه برفت علی را بدید بعد هفتم بکرد گفت و شنید گفت شاه تو قادری و خدا جز تو حق نیست غیر تو به خدا شاه گفت نسیر مگو این سر از ازل بوده کار من همه سر چون نسیر این شنید از حیدر به دوان را به پیش پیغمبر گفت شاه کسر کار علی بر تو واضح کنم به صوت جلی شاه دین خالقت به تو معلوم بر تو معلوم کنم به علم علوم هر دفعه برفتم از پی آب من علی را بدیدم به شتاب چون یقین شد خالق از علی ذات بیچون ثانیت علی مصطفی چون شنید این گفتار بنسیر گفت به لفظ شکربار علی و عالی و اعلا از علی هادی و ولی و ولا از علی آسمان و زمین و جمله رسول همه به خداوند کرده این قبول شعر فاروق تو بشنوید بگوش کلب حیدر و طالب خاموش بای دلائل و خواه همه جهان علیه ولی مخصوصا را آلها علل خصوص را آلها چرا الحق نیاز دارد و نماز دارد در صورتی که خود حضرت علی که تجلی حقا و سر نماز بشریا و شیعه اولا ایمه در دوره علی دین من بنیان گذار نبید شاه مرتضی علی که در دوره حضرت رسول اکرم و زوان تشیع و تسنن صلی الله علیه و آله و سلم که دین اسلام برقرار کرنا و حتی دین اسلام یعنی مردمی بیند در برابر حق و حقیقت قیام کرنا و زور ذوالفقار که تسلیمیان کرنا اسلام یعنی تسلیم اراده حق و خوشناسی بیند و علی دین اسلام قرار داد با دوره و دور میشه پیش پرده گرد علی مرتضی پیش پرده گرد داشین صاحب تلسمات قتل الله جواد تشریف و بالای شاخوشین آورد بعد فرمایش که وقتی شاخوشین دنیا را طی و تماشا کردو دوره را و پایان رسانید بعد فرمایش که غیرت رهابی وشین نجامه رهلت رهابی پشت پرده گرد نروی دنیا چی در دوره سلطان یاری آغابی بعد فرمایش که کفتن او سربر شون گورگاه و کفتن او سربر بنیامی چون بر راماش بنوبن تاجا پردیوار دست باقیستن بارها عرض کردم آغاز دین آله سلطان ساکا انجام آسی برادر بنیان گذار دین آله سلطان ساکا شاملزاری اسلام برقرار فقط چون منشه ذاته لأو حضرت سلطان ایمان این هزاریه ناوه هر ناوی که موکول میفتی و خدا زایده قابل ستاویشون نیاییشون برده طرز نشتن و جمع منظور دو زانوش باردن نشتن آیا کامین دهیه باید؟ اولا دو زانو یا باید لحلاج خاله بید و سلام بولایی
کرکی گیجمیه زانود که نمدی گولای یا باید در مسجد نماز بی آل حق باید چونوشی هر جمع بو جمع یارستان سافتیار جمع بو نه دست جور بو نه دست ستم بو پیچیش طایفه نه جمع وارم بو جمع نشین خواستن بنیشو او جمع دم آدم ها و دم ویش کیشو او جمع نشین خواستن او جمع بنیشو دم آدم ها و دم ویش او جمع کیشو نچون و فرستد بواری و جمع ها و دین بزار که ندینه ها و دم جمع جای ستم نیا چه ایوارا من هل دورم بچقی تابو که سوال هرچه خم بیل کم یکم اکم ورزی رام نودا میشه جمع باید بنیشی و خیال آخوستا چونی ما پشت مال سیبراغا بیمنا سیر رستم دین هیجو نشتیا آزی شمس دین هیدری و ازدمتوا آزی رستم هیدری و ازداتوا آزی نصر دین هیدری و دیروا ای شکل نشتنا دم گرز سیبراغا با آیای نکو سلطان ساک ای شکل نشتنا دلائل جمعش ای شکل اگر اسمه لخاریچه دمشقی نفنا خاریچه دمشقیه بابا جلیل لفاتات سوریه لدمشق خاریچه قولتی منطقه دمشقی نیه دمشقی کلمه بوران یعنی چه ریشه الحق آیا و بوران یا آها گورا یکی گو بینا گوله میان بردنا قراغل قال قلبسه کمر سوار دا و خاص گونه میدان بر باوی حال گونه میان بردیا سلطان صاحب گونه میان بردیا آسیب راکا گوله میان بردیا گوله میان بردنا گوران بینا گوله میان رانینا بعد جو بینا پالوان بینا که گوران بینا بعد بارام شکار گول داره اون کردیم مردم گوران پسر متواری بیا در سه هدف باز سه هدف چهارمی سلطان ساک گوران بیا ای دین آتی و گوران باشید اینا و موکول شده تا گوران اوصال هورامان بی گوران الان همیشه رادیوشی ما موسا گوران هورامان چه بود او اسم سلطان ساک موکولی کرده دارم گوران و اسم قسمت دومی سوال جوری سوال فرمایش که گوران ریشه آل حق اولین بار ریشه آل حق لهورامان بیاد دیرم آزوار سلطان صاحب لهورامان بیاد خمان کلام که میشیم حق هو ای آغای جافم هنره سرطافان یار بی گذافم ریشه آل حق جمع هفتن نورانی داو بنیامین و پیر موسی و مصطفی آمد و رمز و سلطان صاحب هفتن سیمامه و سیبلافا شیخ شاب